آماده این برای یه هرکات لیر تراینگل. اینم از تقسیم بندی لیر تراینگل. ما یه دیوار فرضی رو میگیریم و تمام هرکات ما به طرف اون دیوار زده میشه و وقتی که من میخوام چک کنم حتما توی همون زاویه قرار میگیرم. برای کنارم سکشن رو برمیداریم و میایم وامیستیم سر جای خودمون و با راهنما از پشت به طرف دیوار فرضی. برای قسمت جلو یا همون فرانتمون سکشنمون رو برمیداریم و میایم به طرف پشت و از راهنمای پشت استفاده میکنیم کاتو انجام میدیم. حتما این پست رو سیو کنین تا بعداً هم بتونین دوباره نگاه